کتاب شازده کوچولو فصل اول. یک بار وقتی که 6 سال داشتم تصویری شگفت‌انگیز در کتابی دیدم. نام آن کتاب داستان‌های واقعی از طبیعت بود که درباره جنگل‌های بکر و دست نخورده قدیمی اطلاعاتی میداد. آن عکس مربوط به یک مار بوا در حال بلعیدن جانوری بود. تصویر چیزی شبیه این شکل بود. کتاب به این موضوع اشاره داشت که مارهای بوا شکار خود را بدون اینکه بجایند درسته قورت می‌دهند. بعد آنها قادر به حرکت نیستند و مجبور خواهند شد برای هضم شکارشان به مدت 6 ماه بخوابند. من عمیقاً به این موضوع فکر کردم و بعد از کمی تمرین موفق شدم که با مداد رنگی اولین نقاشیم را بکشم. نقاشی شماره 1 من این تصویر بود. شاهکارم را به بزرگترها نشان دادم و از آنها سوال کردم آیا از نقاشیم وحشت می کنند؟ اما آنها جواب دادند وحشت؟ چرا باید کسی از یک کلاه وحشت کند؟ اما نقاشی من کلاه نبود. آن تصویر یک مار بوا در حال هضم کردن یک فیل بود. ولی از آنجایی که بزرگترها نمی توانستند این موضوع را بفهمند، نقاشی دیگری کشیدم. من درون یک مار بوا را کشیدم. به نحوی که بزرگترها آن را به وضوح ببینند. همیشه باید همه چیز را به آنها خوب توضیح بدهیم. نقاشی شماره 2 چیزی شبیه به این شکل بود. این بار بزرگترها مرا نصیحت کردند که به جای کشیدن مار بوا از بیرون یا درون وقت خودم را صرف یادگیری جغرافی، تاریخ، ریاضیات و دستور زبان کنم. به همین دلیل من در 6 سالگی از کاری که ممکن بود مرا تبدیل به یک نقاش بزرگ کند منصرف شدم. من از اینکه در نقاشی شماره 1 و نقاشی شماره 2 شکست خورده بودم ناامید شدم. بزرگترها هیچ وقت خودشان به تنهایی چیزی را درک نمی کنند. برای ما کوچکترها هم سخت است که همیشه و تا ابد همه چیز را برای آنها توضیح بدهیم. بنابراین من تصمیم گرفتم حرفه دیگری انتخاب کنم. رفتم و خلبان شدم. تقریبا به همه جای دنیا پرواز کردم. این درست است که جغرافی خیلی به دردم می‌خورد. با یک نگاه می‌توانم کشور چین را از آریزونا تشخیص بدهم. اگر کسی شب در یک جای راه گم کند، جغرافی خیلی به کارش می‌آید. من در طول زندگیم با آدم‌های زیادی در رابطه با موضوعات مختلفی برخورد داشتم و با بزرگترها خیلی حشر و نشر داشته و با آنها زندگی کردم. با بعضی از آنها به صورت خیلی صمیمی و نزدیک ارتباط داشتم. ولی این مسئله باعث نشد که نظراتم راجع به آنها خیلی تغییر کند. هر وقت احساس کردم که یکی از آنها از لحاظ فکری شبیه من است، سعی کردم نقاشی شماره 1 را که همیشه همراه دارم به آنها نشان بدهم. با این کار می‌خواستم بفهمم که آیا آنها درک درستی از نقاشی من دارند یا نه. اما آنها هر کسی که بودند همیشه پاسخ دادند این یک کلاه است. و من دیگر راجع به مارهای بوا و جنگل‌های بکر و یا سیاره‌ها با آنها صحبت نکردم. خودم را تا سطح آنها پایین آورده و راجع به مسائلی مانند ورق بازی، گلف، سیاست و یا کراوات صحبت کردم. و آن بزرگترها از اینکه با انسان فرهیخته و دانایی همچون من ملاقات کردند بسیار خوشحال شدند. فصل دوم. زندگیم را بدون اینکه کسی را داشته باشم تا بتوانم با او واقعا از ته دل صحبت بکنم به تنهایی می‌گذراندم. تا اینکه 6 سال پیش در اثر یک سانحه مجبور به فرود اضطراری وسط صحرای آفریقا شدم و از آنجایی که همراه من هیچ مکانیک و یا مسافری نبود مجبور بودم یکه و تنها هواپیمایم را در آن بیابان برهوت تعمیر کنم. مسئله مرگ و زندگی بود. به سختی برای حدود 1 هفته ذخیره آب داشتم. شب اول را روی شنهای صحرا هزاران کیلومتر دورتر از هر آبادی مسکونی به صبح رساندم. من همچون کشتی شکسته‌ای در میان اقیانوس بیکران از بقیه انسانها جدا افتاده بودم.
پس حتما می توانید درک کنید چقدر شگفت زده شدم. وقتی صبح با صدای عجیبی از خواب پریدم، صدا می گفت میشه لطفاً برای من یه گوسفند بکشی؟ چی؟ برای من یه گوسفند بکش. مثل ساقه زده ها از جا پریدم. چشمانم را مالیدم. دور و برم را به دقت نگاه کردم و عجیب ترین آدم کوچولویی را دیدم که با جدیت تمام به من نگاه می کرد. در اینجا می توانید بهترین شکل از این موجود کوچولو را که من بعدها موفق شدم آن را به تصویر بکشم ببینید. اما مطمئناً این تصویر هرگز به شیرینی و جذابیت صاحب آن نخواهد بود. هرچند این دیگر تقصیر من نیست. بزرگترها وقتی که من 6 ساله بودم مرا از کشیدن نقاشی دل سرد کرده بودند. به همین دلیل من فقط میتوانم مار بوهای بسته یا باز بکشم. حالا من با چشمانی که از فرط تعجب از حدقه بیرون زده بودند داشتم به این موجود عجیب که مثل جن به یک باره در برابرم ظاهر شده بود نگاه میکردم. یادتان باشد هواپیمای من در نقطه‌ای از بیابان سقوط کرده بود که هزاران کیلومتر با هر آبادی مسکونی فاصله داشت. با این حال به نظر نمی رسید آدم کوچولوی من در صحرا سرگردان شده باشد یا از فرط خستگی، گرسنگی، تشنگی یا حتی از شدت ترس در حال مرگ باشد. هیچ چیز در این بچه شبیه به کسی نبود که در وسط صحرا هزاران کیلومتر دورتر از هر آبادی گم شده باشد. بالاخره توانستم خودم را جمع و جور کنم و از او پرسیدم تو اینجا چی کار میکنی؟ در پاسخ به آرامی و از روی وقار و اعتماد به نفسی که همیشه در صحبتهایش مشهود بود دوباره تکرار کرد میشه لطفاً برای من یک گوسفند بکشی؟ وقتی چیزی پر رمز و راز خیلی قوی باشد شما قدرت نافرمانی نخواهید داشت. این موضوع خیلی پوچ به نظرم آمد. با این حال هزاران کیلومتر دورتر از هر آبادی در حالی که خطر مرگ تهدیدم می کرد کاغذ و خودنویسم را از جیبم بیرون آوردم اما یک دفعه یادم آمد که چقدر مطالعات من روی جغرافی، تاریخ، ریاضی و دستور زبان تمرکز داشته است. پس با کمی دلخوری به پسرک کوچولو گفتم من نقاشی بلد نیستم. او جواب داد مهم نیست برای من یه گوسفند بکش. اما من هرگز گوسفند نکشیده بودم. بنابراین یکی از آن 2 نقاشی را که بلد بودم برایش کشیدم. مار بوا از بیرون بود و چقدر متعجب شدم وقتی که پسر کوچولو با دلخوری آن را پس داد و گفت نه من یه فیل تو شکم مار بوا نمیخوام. مار بوا خیلی خطرناکه و یه فیلم خیلی بزرگ. جایی که من زندگی میکنم همه چی خیلی کوچیکه. چیزی که لازم دارم یه گوسفنده. برام یه گوسفند بکش. و من این نقاشی را برایش کشیدم. او با دقت با آن نگاه کرد و گفت نه این گوسفند خیلی مریضه. یکی دیگه میخوام. من نقاشی دیگری کشیدم. دوست کوچولی من لبخندی زد و گفت تو خودت داری میبینی اون یه گوسفند نیست یه گوچه شاخ داره. پس دوباره نقاشی دیگری کشیدم. اما این یکی هم مثل بقیه نقاشی ها رد شد. این خیلی پیره. یه گوسفندی میخوام که خیلی عمر کنه. من که حوصله‌ام به کلی سر رفته بود و از طرفی هم میخواستم هرچه سریعتر تعمیر موتور هواپیمایم را شروع کنم این نقاشی را برایش سرهم کردم و برایش توضیح دادم که گوسفندی که میخوای تو این جعبه است و با کمال شگفتی دیدم که نوری در چهره کودکانش درخشید. این درست همون چیزیه که میخواستم. تو فکر میکنی این گوسفنده خیلی علف بخواد؟ چطور مگه؟ آخه جایی که من زندگی میکنم همه چی خیلی کوچیکه. هر چی باشه براش کافیه. آخه گوسفندی که بهت دادم خیلی کوچیکه. او محو تماشای نقاشی شد. خیلی هم کوچیک نیست. نگاه کن گرفته خوابیده. و اینطوری شد که با شازده کوچولو آشنا شدم. فصل 3. مدت زیادی طول کشید تا بفهمم از کجا آمده. شازده کوچولو که دائما از من سوال می کرد به نظرم می رسید هیچگاه سوالات مرا نمی شنود. از لابلای حرفهایش کم کم متوجه همه چیز می شدم. مثلا وقتی که برای اولین بار چشمش به هواپیمای من افتاد. تصویر هواپیما را نمی کشم چون برایم خیلی مشکل است. سوال کرد این چیز چیه؟ این چیز نیست. پرواز میکنه. هواپیماست. هواپیمای من.
و از اینکه به او میفهماندم که میتوانم پرواز کنم احساس غرور کردم و او شگفت زده گفت چی؟ تو از آسمون افتادی؟ آره. چه جالب. شازده کوچولو خنده شیرینی سر داد که مرا خیلی آزرده خاطر کرد. آخر من توقع دارم مشکلاتم همیشه جدی گرفته شوند. بعد گفت پس تو هم از آسمون اومدی؟ سیارت کدومه؟ در آن لحظه انگار گوشه ای از معمای لاینحل حضورش برایم آشکار شده باشد. فوراً پرسیدم تو از سیاره دیگه ای اومدی؟ اما او جوابی نداد. فقط بدون اینکه چشمش را از روی هواپیما بردارد به آرامی سرش را تکان داد. با این وسیله نمیتونی از جای دوری اومده باشی و برای مدتی طولانی غرق در افکار خود گردید. بعد گوسفند مرا از جیبش بیرون آورد و متفکرانه محو تماشای گنجش شد. نمیتوانید تصور کنید بعد از شنیدن کلمه سیاره چقدر کنجکاو شدم از کارش سر در بیاورم. پس با سماجت تمام سعی کردم که بفهمم از کجا آمده. آقا کوچولو از کجا اومدی؟ این جایی که میگی توش زندگی میکنم کجاست؟ گوسفندم رو کجا میخوای ببری؟ بعد از سکوتی متفکرانه جواب داد خوبی این جعبه‌ای که به من دادی اینه که شبا گوسفندم میتونه ازش به جای خونه استفاده کنه. خب آره، اما اگه پسر خوبی باشی بهت یه ریسمونم میدم که روزا بتونی ببندیش. شازده کوچولو از این حرف من خیلی متعجب شد. ببندمش؟ چه فکر مسخره‌ای. اما اگه نبندیش اون میره و گم میشه. دوست کوچولوی من زد زیر خنده و گفت آخه فکر میکنی کجا میتونه بره؟ هر جایی. راست شکمشو میگیره و میره. و بعد شازده کوچولو با شور و شوق گفت عیبی نداره. جایی که من زندگی میکنم خیلی کوچیکه و شاید با کمی قصه اضافه کرد که حتی اگر راست شکمشو بگیره و بره بازم جای دوری نمیتونه بره. فصل 4. دومین موضوع مهمی که متوجه شدم این بود که سیاره‌ای که شازده کوچولو از آن می آمد فقط کمی بزرگتر از یک خانه معمولی بود. این موضوع برایم عجیب نبود. چرا که خیلی خوب می دانستم به غیر از سیارات بزرگی مثل زمین، مشتری، مریخ یا ونوس که ما انسان‌ها برای آنها اسم انتخاب کرده بودیم، صدها سیارک دیگر هم وجود دارند که بعضی از آنها آنقدر کوچکند که با تلسکوپ هم به سختی قابل مشاهده هستند. وقتی یک ستاره شناس یکی از آنها را کشف می کند، برای آن اسمی انتخاب نمی کند، بلکه به آن یک شماره می دهد. برای مثال آن را سیارک شماره 325 می نامد. من دلایل محکمی دارم که ثابت می کند سیارکی که شازده کوچولو از آن می آمد سیارک B 612 بود. این سیارک فقط یک بار با تلسکوپ در سال 1909 توسط یک ستاره شناس ترک مشاهده شده بود. آن ستاره شناس کشفی را در یک کنگره بین المللی ستاره شناسی برای عموم به نمایش گذاشت. اما چون لباسی سنتی مردمان ترکیه را به تن داشت، هیچ کس حرفش را باور نکرد. خب بزرگترها اینطوری هستند دیگر. خوشبختانه البته از جهت معروفیت سیاره B 612 یک دیکتاتور ترک قانونی وضع کرد که مردمان کشورش را به زور وادار می‌کرد از شیوه لباس پوشیدن اروپاییان تقلید کنند. بنابراین در سال 1920 ستاره شناس ترک در حالی که این بار لباس اروپاییان را به تن داشت دوباره کشفش را معرفی کرد و این دفعه همه کشفیاتش را قبول کردند. اگر این چیزها را با جزئیات توضیح می‌دهم و شماره آن سیارک را به شما می‌گویم به خاطر بزرگترهاست. وقتی که شما به آنها بگویید یک دوست تازه پیدا کرده اید، آنها هرگز از شما سوالات لازم را نمی‌پرسند. آنها هیچ وقت سوال نمی‌کنند صدای دوست تازه شما چه آهنگی دارد؟ چه بازی‌هایی را بیشتر دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می‌کند؟ به جای اینها از شما سوال می‌کنند او چند سال دارد؟ چند تا برادر دارد؟ وزنش چقدر است؟ پدرش چقدر پول در می‌آورد؟ با دانستن این اعداد است که آنها فکر می‌کنند همه چیز را درباره دوست تازه شما فهمیدند.
اگر به بزرگترها بگویید که یک خانه زیبا دیدم که آجرهایش به رنگ گلهای رز بودند و از پنجره‌هایش شمعدانی آویزان بود و در بامش کبوترها نشسته بودند و آواز می‌خواندند، آنها قادر به درک درستی از آن خانه نخواهند شد. شما باید به بزرگترها بگویید خانه‌ای دیدم که 100 میلیون قیمت دارد. سپس آنها به شما میگویند آه چه خانه زیبایی. به همین خاطر است که اگر به آنها بگویید دلیل اینکه شازده کوچولو وجود داشت این است که او خیلی خواستنی بود، میخندید و دلش یک گوسفند میخواست. و اگر کسی دلش یک گوسفند بخواهد دلیل این است که وجود دارد. و چه چیزی بهتر از این دلایل برای اثبات وجود کسی؟ ولی آنها شانه بالا میاندازند و با شما مثل بچه ها رفتار می کنند. اما اگر به بزرگترها گفته شود جایی که شازده کوچولو از آن آمده سیارک B 612 می باشد، فوراً قبول کرده و شما را از شر سوالات بی‌موردشان خلاص می کنند. آنها اینطوری هستند دیگر، نمی شود جلویشان را گرفت. بچه ها همیشه باید در برابر بزرگترها از خودشان صبر و گذشت نشان بدهند. اما مسلماً برای ما که زندگی را میفهمیم اعداد و ارقام خیلی مسخره هستند. دوست داشتم این داستان را مثل قصه پریان شروع کنم. دوست داشتم بگویم یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یه شازده کوچولویی بود که تو سیارکی زندگی میکرد که فقط یه خورده از خودش بزرگتر بود. او به دنبال یک گوسفند بود. برای آنهایی که زندگی را میفهمند این آغاز حالتی واقعی‌تر به داستانم میبخشید. من دوست ندارم کسی کتابم را بدون تأمل و بی‌دقت بخواند. برای به تصویر کشیدن این خاطرات غم سنگینی را به دوش کشیدم. 6 سال از روزی که دوست کوچولویم با گوسفندش مرا ترک کرده است می‌گذرد. اگر می‌بینید که سعی می‌کنم تصویر دقیقی از او ارائه دهم به خاطر این است که می‌خواهم مطمئن شوم هرگز فراموشش نمی‌کنم. فراموش کردن یک دوست غم‌انگیز است. هر کسی که دوستی ندارد اگر من او را فراموش کنم ممکن است مثل بزرگترها بشوم که به هیچ چیز به غیر از اعداد و ارقام علاقه‌ای ندارند. به همین دلیل دوباره یک جعبه مداد رنگی خریدم. البته برای آدمی به سن و سال من که فقط یاد گرفته مار بوا از بیرون یا از درون بکشد، آن هم در 6 سالگی، نقاشی کردن خیلی سخت است. خب سعی می کنم که نقاشی هایم تا حد امکان واقعی به نظر برسند. هرچند به موفقیتم زیاد اطمینان ندارم. بالاخره یکیشان ممکن است خوب از آب در بیاد. البته اشتباه هم دارم. مثلا قد شازده کوچولو در یک جا او را خیلی بلند کشیدم و جای دیگر خیلی کوتاه. راستش در مورد رنگ لباسش هم زیاد مطمئن نیستم. ولی سعی کردم با حدس و گمان یه چیزهایی بکشم. امیدوارم تا حدودی خوب شده باشد. صادقانه بگویم در مورد جزئیات مهمتر هم ممکن است اشتباه کرده باشم. اما این دیگر تقصیر من نیست. دوستم هیچ وقت چیزی را برایم توضیح نمیداد. شاید با خودش فکر میکرد من هم مثل خودش خیلی چیزها را متوجه میشوم. اما من نمیدانستم چطور گوسفند درون جعبه نقاشی شده را روی کاغذ ببینم. شاید من هم کمی مانند بزرگترها شده باشم. شاید دارم پیر میشوم. فصل 5. هر روزی که میگذشت از میان صحبت‌هایمان چیزهایی درباره سیارک شازده کوچولو دستگیرم میشد. درباره اینکه چرا آنجا را ترک کرد و درباره سفرش. هرچند که به این اطلاعات خیلی آرام آرام دست پیدا می‌کردم. روز سوم بود که متوجه فاجعه با اوباپا شدم. این بار هم همان گوسفند کذایی باعثش شد. شازده کوچولو یک مرتبه و بدون مقدمه و البته با کمی شک و تردید از من پرسید این درسته که گوسفندا بوته ها رو میخورن؟ آره درسته. چه خوب. راستش متوجه نشدم چرا خورده شدن بوته ها توسط گوسفندان باید اینقدر مهم باشد. اما شازده کوچولو اضافه کرد پس اونا با اوباب ها رو هم میخورن. به اون متذکر شدم که با اوباب بوته نیست. برعکس درخت است و از قضا خیلی هم غول‌پیکر، مثلا به بلندی یک قلعه. و اگر او یک
گله فیل را هم با خودش ببرد، آن گله نمیتواند حتی یک درخت باوباب را بخورد. ایده یک گله فیل شازده کوچولو را به خنده انداخت و با خنده گفت ما باید فیلها را روی هم دیگه سوار کنیم. و بعد خیلی خردمندانه اضافه کرد باوباب‌ها هم قبل از اینکه خیلی بزرگ بشن اولش یه بوته کوچیک هستن. و من پاسخ دادم آره دقیقاً درست میگی، اما چرا میخوای گوسفندت باوباب‌ها رو بخوره؟ خب این که معلومه. و طوری این حرف را زد که انگاری موضوع خیلی واضح و پیش و پا افتاده است. ولی من مجبور بودم برای فهم این معما خیلی تلاش کنم. و بعد متوجه شدم در سیاره‌ای که شازده کوچولو زندگی می کند درست مانند همه سیارات دیگر هم گیاه خوب وجود دارد، هم گیاه بد. در نتیجه از گیاهان خوب دانه خوب و از گیاهان بد دانه بد به وجود می آید. اما دانه ها آنقدر کوچک هستند که به چشم نمی آیند. آنها در دل تاریک خاک به خواب می روند تا یکیشان هوس بیدار شدن به سرش می زند. بعد این دانه کوچک به خودش کش و قوسی می دهد و اولش با کمرویی یک جوانه نازک و بی‌آزار را به سوی خورشید روانه می کند. اگر این جوانه کوچک متعلق به یک تربچه یا بوته گل سرخ باشد، می شود به او اجازه داد هر جای دلش می خواهد رشد کند. ولی اگر آن یک گیاه بد باشد، باید فوراً نابودش کرد. در سیارک شازده کوچولو دانه‌های وحشتناکی در حال جوانه زدن بودند. آنها دانه‌های درخت باوباب بودند. خاک سیارک پر شده بود از دانه‌های باوباب. اگر دیر به فکر ریشه‌کن کردن باوباب باشید، هرگز و هرگز قادر به خلاصی از شر آنها نخواهید شد. آنها تمام سیارک را پر کرده و با ریشه‌هایشان سوراخ سوراخ می‌کنند. اگر سیارک کوچک و باوباب‌ها زیاد باشند، آنها می‌توانند سیارک را متلاشی کنند. بعد شازده کوچولو برایم توضیح داد که این یک برنامه انضباطی است. هر روز صبح بعد از نظافت خودم، نوبت نظافت سیارکم میشه و خیلی هم باید با دقت انجام بشه. باید جوانه‌های باوباب را به محض اینکه از خاک بیرون اومدن و متوجه شدی که جوانه گل سرخ نیستن، جوانه گل سرخ و باوباب وقتی که خیلی کوچک هستن شبیه هم میباشن، ریشه کن کنی. شازده کوچولو اضافه کرد این کار خسته کننده ولی آسونه. و یک روز به من گفت تو باید یه نقاشی خیلی خوب بکشی که بچه‌های سیارت دقیقاً بدونن باوباب چه شکلیه. این میتونه براشون خیلی مفید باشه تا اگه یه روزی یه جایی سفر کردن بدونن که اون چیه. بعضی وقتا اگه آدم یه کاری رو به فردا بندازه ضرر نداره، ولی وقتی پای باوباب در میون باشه میتونه تبدیل به یک فاجعه بشه. من یه سیارکی رو میشناختم که صاحبش یه پسر تنبل بود و از 3 بوته کوچک باوباب غافل شد. از توضیحاتی که شازده کوچولو داد تصویری از آن سیارک کشیدم. راستش خیلی دوست ندارم مثل یک معلم اخلاق صحبت کنم، اما باوباب‌ها کمتر شناخته شدند و این خطر بزرگ ممکن است برای هر کسی که در یک سیارکی سرگردان شده باشد پیش بیاید. به همین علت یک بار اصول خودم را نقض کرده و شما را نصیحت می کنم. بچه‌ها مواظب خطر باوباب‌ها باشید. این خطر همیشه بیخ گوش ما بوده ولی ما از آن غافل بودیم. به همین علت است که برای کشیدن این نقاشی انقدر به خودم زحمت دادم. درسی که با این نقاشی یاد گرفتیم به زحمتش می‌ارزد. ممکن است شما از خودتان بپرسید چرا بقیه نقاشی‌های این کتاب به خوبی نقاشی باوباب نیستند؟ جواب ساده است. من سعیم را کردم اما در مورد آنها موفق نبودم. وقتی نقاشی باوباب را می‌کشیدم یک نیروی الهام بخش درونی را که از اهمیت موضوع خبر می‌داد در وجودم حس می‌کردم. فصل 6. آه شازده کوچولو، من ذره ذره از اسرار زندگی کوچک و غم‌انگیز تو آگاه می شدم. برای مدت‌های طولانی تنها سرگرمی لذت بخش تو نشستن در گوشه‌ای دنج و تماشای غروب خورشید بود. صبح روز 4 بود که گفتی خیلی غروب خورشید رو دوست دارم، بیا بریم غروب رو تماشا کنیم.
اما ما باید منتظر بمونیم. انتظار آخه چرا؟ برای غروب. ما باید صبر کنیم تا غروب برسه. اول خیلی شگفت زده شدی و بعد خندیدی و گفتی خوب شد به هم گفتی. همش فکر میکنم هنوز تو سیارک خودمم. هر کسی این موضوع را میداند وقتی در ایالات متحده آمریکا ظهر است، در فرانسه خورشید در حال غروب است. اگر شما در عرض 1 دقیقه بتوانید از آمریکا به فرانسه بروید، می توانید در همان لحظه غروب خورشید را ببینید. ولی متاسفانه فرانسه خیلی دور است. اما در سیارک کوچک تو، تمام کاری که باید انجام دهی این است که صندلیت را چند قدم جلوتر ببری. آن وقت می توانی هر چقدر که دلت خواست غروب خورشید را تماشا کنی. تو به من گفتی که یک روز 44 بار غروب خورشید را تماشا کردی و بعد اضافه کردی که آدم وقتی دلش گرفته باشه دوست داره غروب خورشید را تماشا کنه. آه شازده کوچولوی من، و تو چقدر دلتنگ بودی در آن روزی که 44 بار غروب خورشید رو تماشا کردی. اما شازده کوچولو جوابی نداد. فصل 7. روز 5 دوباره این گوسفند بود که یک راز دیگر از زندگی شازده کوچولو را برایم فاش کرد. یک مرتبه و بدون مقدمه، مثل اینکه سوالی را برای مدتها در گوشه ذهنش پرورانده باشد، از من پرسید: یک گوسفند که بوته ها رو میخوره، گل ها رو هم میخوره؟ یک گوسفند هر چی رو که پیدا کنه میخوره. حتی گل هایی رو که خار دارن؟ آره، حتی گل هایی رو که خار دارن. پس خارا به چه دردی میخورن؟ نمیدانستم. در آن لحظه سخت درگیر باز کردن یک مهره کوفتی بودم و خیلی نگران، چون کم کم داشتم متوجه می شدم خرابی موتور هواپیمایم خیلی جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می کردم. ذخیره آبم هم در حال اتمام بود. اینها به شدت مرا دچار اضطراب کرده بودند. خب پس خارا به چه درد می خورن؟ شازده کوچولو وقتی سوالی میپرسید تا به جواب نمیرسید دست بردار نبود. من که به خاطر آن مهره لعنتی خیلی عصبانی بودم، برای اینکه از سر بازش کنم گفتم خارا به هیچ دردی نمیخورن. گلها از سر بدجنسی خار در میارن. لحظه سکوت برقرار شد و بعد شازده کوچولو که معلوم بود از این جواب ناراحت شده با عصبانیت پاسخ داد: باور نمی‌کنم. گلها موجودات ضعیف و کم تجربه ای هستن. اونا برای محافظت از خودشون بهترین کاری رو که میتونن انجام میدن. اونا فکر میکنن خاراشون سلاح وحشتناکی هستند. جوابی ندادم. در آن لحظه با خودم فکر میکردم اگر این مهره لعنتی باز نشود با چکش به جانش خواهم افتاد و داغونش خواهم کرد. دوباره شازده کوچولو افکارم را به هم ریخت. واقعا تو فکر میکنی که گلها؟ فریاد زدم. نه، هیچ فکری نمی کنم. فقط اولین چیزی رو که به ذهنم رسید به تو گفتم. نمیبینی تو چه درد سری افتادم؟ نمیبینی چقدر کار مهمی دارم؟ شازده کوچولو مانند کسی که صاعقه به او زده باشد به من خیره شد. کار دارم؟ او به من نگاه میکرد. در حالی که چکشی در دست داشتم و دست و بالم از روغن هواپیما سیاه شده بود و روی چیزی خم شده بودم که در نظر او بسیار زشت جلوه می کرد. تو دقیقا مثل آدم بزرگا حرف می زنی. این حرفش مرا کمی خجالت زده کرد. ولی او با بیرحمی ادامه داد. تو همه چی رو به هم می ریزی. همه چی رو با هم قاطی می کنی. او به شدت عصبانی بود. موهای طلاییش در برابر باد پیچ و تاب می خوردن. من یه سیاره‌ای رو می شناسم که صاحبش یه آقای سرخ چهره است. اون هیچ وقت گلی رو بو نکرد. هیچ وقت به ستاره نگاه نکرده. هیچ وقت کسی رو دوست نداشته. اون به غیر از جمع کردن اعداد با هم هیچ وقت هیچ کاری نکرده. اما اونم مثل تو تمام روز این جمله رو تکرار میکنه. خیلی کار دارم. و یه بادی تو قبقبش میندازه که نگو. اما اون آدم نیست. یه قارچه. یه چی؟ یه قارچ؟ شازده کوچولو حالا صورتش از خشم رنگ پریده شده بود. گل‌های میلیون ساله که خار در میارن و 1,000,000 ساله که گوسفندا اونا رو میخورن. اما این مسئله هنوز آنقدر مهم نیست که فکر کنی چرا گل‌ها اینقدر به خودشون زحمت میدن که خار در بیارن و این خارا هیچ وقت به دردشون نخورن.
آیا جنگ میونه گوسفندا و گلها مهم نیست؟ آیا این موضوع مهمتر از اعداد و ارقام یک مرد چاق صورت قرمز نیست؟ اگه من بدونم یه گل دارم که تو دنیا یکیه و فقط تو سیاره که من سبز شده، اون وقت یه روز صبح یه گوسفند کوچولو بدون اینکه حتی بدونه داره چیکار میکنه، اونو با یه گاز نابود کنه. اون وقت تو فکر میکنی مهم نیست؟ شازده کوچولو در حالی که صورت رنگ پریده‌اش قرمز میشد ادامه داد: اگه توی میلیون‌ها ستاره فقط یه گل روی یه دونه از اونا رشد کنه و یه نفر عاشق اون گل باشه، برای خوشحال شدنش کافیه که به ستاره ها نگاه کنه و با خودش فکر کنه: گل من توی یه دونه از این ستاره هاست. اما اگه یه گوسفند بیاد و اون گل رو بخوره، در یک لحظه همه اون ستاره ها خاموش میشن. و تو باز فکر میکنی این مهم نیست؟ بغضش شکست و حقحق گریه کلمات را در گلویش خفه کرد. شب فرا رسیده بود. ابزارم را به گوشه انداختم. در روی سیاره من، زمین، شازده کوچولویی بود که احتیاج به دلداری داشت. در آغوشش گرفتم و به آهستگی تابش دادم و گفتم: عزیزکم، گل تو در خطر نیست. برای گوسفندت یه پوزه بند میکشم، یه نرده واسه دور گلت میکشم تا ازش محافظت کنه. من نمیدانستم چه باید بگویم. احساس یک آدم گیج و دست و پا چلفتی را داشتم. نمیدانستم چگونه و کجا میتوانم به او برسم و دست در دستش گذاشته و به پیش بروم. آه، که چه دیار اسرارآمیزی است، دیار اشک.